صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201 616 920 1791. تکرار می کنم، 201 616 920 1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید. برادران و خواهران عزیز، با درود مجدد برنامه این ساعت را با دعوت عیسی مسیح از کسانی که افسرده و نگران و پریشان حال هستند و قصه می‌خورند که چگونه نیازهای خود را برطرف کنند آغاز می‌کنیم و سپس در ادامه مطالعه کلام خدا به دنباله تعلیمات و اوامر عیسی مسیح گوش می‌دهیم و از انجیل مقدس متی فصل 7 آیات را خدمتتون می‌خونیم و معنی آیات را براتون بازگو می‌کنیم. عیسی مسیح می‌فرماید: ای کسانی که نگران و پریشان هستید، ای شمایی که زندگی را به خاطر فکر زیاد بر خود و دیگران سخت کرده اید، فکر کردن شما در واقع نشان بی ایمانی و شک به قدرت پروردگار است. گوش کنید به گفتار عیسی مسیح که عیناً در انجیل مقدس آمده است. مسیح می‌فرماید: از طبیعت حقیقت را بیاموزید. به شما میگویم برای زندگی خود نگران نباشید که چه بخوریم و یا چه بیاشامید. مرغان هوا را نظر کنید که نه میکارند و نه میدروند و نه در انبارها ذخیره میکنند و پدر آسمانی شما آنها را میپروراند. آیا شما از آنها به مراتب بهتر نیستید؟ و برای لباس چرا میاندیشید؟ در سوسنهای چمن تأمل کنید که چگونه رشد و نمو میکنند، نه منت میکشند و نه میرسند. اگر خدا گل صحرا را که امروز هست و فردا در تنور افکنده میشود این چنین میپوشاند، ای کم ایمانان، آیا نه شما را از طریق اولا؟ پس اندیشه مکنید و مگویید که چه بخوریم یا چه بنوشیم یا چه بپوشیم، زیرا که در طلب جمیع این چیزها امتها می باشند. اما پدر آسمانی شما می داند که بدین همه چیز احتیاج دارید. لیکن شما اول ملکوت خدا و عدالت او را بطلبید که این همه برای شما مزید خواهد شد. اول ملکوت خدا و عدالت او را بطلبید که این همه برای شما مزید خواهد شد. پس در اندیشه فردا مباشید، زیرا فردا اندیشه خود را خواهد کرد. بدی امروز برای امروز کافی است. در فصل 7 از انجیل متی، عیسی مسیح توجه خود را به شاگردان و پیروانش نموده و در ادامه تعلیم دادن آنان دستورات جدیدی در مورد قضاوت در زندگی و طریق دریافت نیازهای خودمون از خدا و راه رسیدن به خدا را عطا می کند. فراموش نکنید آنچه که عیسی مسیح در فصلهای 5 و 6 می‌فرماید آن را برای ایمانداران گفته است، یعنی روی سخنش با مسیحیان می باشد
و در حقیقت زندگی مقبول پسند خدا را برای کسانی که از او پیروی می کنند تشریح می نماید. او رابطه ایماندار با ایماندار یا انسان با انسان را ابتدا بازگو می کنه. رابطه مسیحیان با یکدیگر را برای ما تشریح می کند. در 6 آیه اول فصل 7 در مورد قضاوت نکردن سخن می راند که اجازه می خواهم آیات را ابتدا براتون بخونم و سپس معنی آیات را به طور اختصار به عرضتون برسونم. گوش کنید به گفتار عیسی مسیح از انجیل متی فصل 7 آیه 1 می فرماید: حکم مکنید تا بر شما حکم نشود. حکم مکنید تا بر شما حکم نشود، زیرا بدان طریقی که حکم کنید بر شما نیز حکم خواهد شد و بدان پیمانه‌ای که بپیمایید برای شما خواهند پیمود. و چون است که خس را در چشم برادر خود می‌بینی و چوبی که در چشم خود داری نمی‌بینی؟ یا چگونه به برادر خود می‌گویی اجازه ده تا خس را از چشمت بیرون کنم و اینک چوب در چشم توست؟ ای ریاکار، اول چوب را از چشم خود بیرون کن و آنگاه نیک خواهی دید تا خس را از چشم برادرت بیرون کنی. عیسی مسیح در این آیات توجه ما را به موضوع ایرادگیری جلب می کند و از ما می خواهد که هرگز ایراد نگیریم. متاسفانه ایرادگیری از یکدیگر جزو سنت و رسوم زندگی بشری شده، جزو عادت ما شده و به قول معروف در خون و در پوست و جلد ما جا گرفته است. همه قادرند عیب‌ها و یا لااقل عیبی را از کسی دیگر پیدا کنند. چشم باز نسبت به اعمال و حرکات و گفتار دیگران داریم و می توانیم عیب هر کسی را مثل آب خوردن بیان کنیم و یا عیب‌های آنان را ببینیم. حالا در این تعلیمات عیسی مسیح ما را از ایراد گرفتن برحذر می دارد و می گوید شخصی که مسیحی است نباید چشم تیزبین ایرادگیری از دیگران داشته باشد. نباید چشم تیزبین ایرادگیری از دیگران داشته باشد و تا ببیند که مثلا فلان کسی خطایی کرد و یا فلان عیبی رو داره بلافاصله به او گوشزد کند و یا او را به باد انتقاد بگیره و دیگران را از عیب و ضعف افراد آگاه کند. عیسی مسیح می‌فرماید شما که مسیحی هستید باید از ایرادگیری دست بردارید. چرا؟ چون خودتان هم پر از عیب و ایراد هستید، چون شما نیز دارای عیب می باشید. و دوستان عزیز، علت این که من و شما می توانیم عیب و ایراد مردم را ببینیم فقط و فقط به خاطر غرور و خودخواهی است که در ما وجود دارد. چرا؟ چون ما قادر نیستیم در خودمون عیبی ببینیم و احتمالاً اگر به قول معروف خیلی فروتنی کرده باشیم یک عیب کوچیکی رو از خودمون به دیگران میگیم که بله من در این چیز عیب دارم، ولی معمولاً ما قادر نیستیم خودمون رو کامل ببینیم و این به خاطر اینه که غرور و خودخواهی در وجودمان مانع میشه که ما عیب‌های خودمون رو ببینیم. عیسی مسیح میگوید شما از دیگران بیشتر عیب و ایراد دارید، منتها خودتون متوجه این واقعیت نیستید. بنابراین با بیان این اصطلاح به ما تعلیم میدهد که دست از ایرادگیری برداریم. چرا؟ چون اگر ایرادگیری را شغل خودمون کنیم بدانید که مردم نیز ایرادهای ما را دائما آشکارا بیان خواهند کرد. می‌فرماید چرا پرکاهی که در چشم دوستت هست می‌بینی ولی تیر چوبی که در چشمان خود داری نمی‌بینی؟ در اینجا مقصود از کاه و تیر چوب عیب و نقص هاست. مسیح میگوید چطور میتونی عیب کوچک برادرت یا هم نوعت را ببینی و به او بگویی تو این عیب و ایراد داری، تو این نقص رو در زندگی داری و یا تو این ایراد را در زندگیت همیشه داری. بگذار اول تو رو اصلاح کنم، بگذار من این عیب و ایراد تو برطرف کنم. مسیح میگه چطور شما این شهامت رو دارید که این حرف رو به مردم بزنید ولی خودت که عیب‌های بسیار زیادی داری اونو برطرف نمی کنی. میگه تو نمیتونی ببینی که یک تیر چوبی در چشمان توست، که اشاره به عیب‌های بسیار بزرگ و زیاده که نسبت به هم نوعان خودمون داریم. میگوید اگر هم نوعان خودمون ایرادها و عیب‌هایی دارن که به اندازه پرکاهیه، عیب و ایرادهایی که در شما هست به اندازه تیر چوبی است. مسیح میگوید
به چه جرأت اینطوری به برادرت میگویی که تو این عیبو داری و یا آن نقصو داری، ولی خودت هیچ عیبی رو در زندگیت نمیبینی، خودت رو بی عیب میدانی. سپس میپرسه آیا درست است که به او بگوی دوست من اجازه بده پر کار را از چشم در بیاورم، در حالی که خودت تیر چوبی در چشم داری؟ مسلماً که نه. پس مسیح میگوید اگر شما اینطور رفتار کنید، اگر عیب‌های دیگران را همیشه گوشزد کنید، شما متظاهر هستید. و مسیح شخص متظاهر را شدیداً محکوم میکنه و میگوید تظاهر عاملی است که شما را از برکات الهی باز می‌دارد. مسیح میگوید ای متظاهر، اول تیر را از چشم خود بردار، اول عیب‌های بسیار خودتو برطرف کن، آن وقت است که میتوانید عیب‌های برادرت را ببینی یا متوجه اشکالات دوستانت بشی. میگوید اول عیب‌های خودت را برطرف کن که دقیقاً ببین چیست، آنها را برطرف کن و بعد میتوانی به دیگران کمک کنی تا عیب‌هاشون رو برطرف سازی. حکم مکنید تا بر شما حکم نشود. در واقع عیسی مسیح از ما میخواد که ما سعی کنیم پاک و مقدس و بی‌عیب زندگی کنیم و دیگران وقتی که زندگی پاک ما را ببینن متوجه اشتباهات و خطایایشون بشن و خود را اصلاح کنن، نه اینکه تا عیبی رو در دیگران میبینیم بلافاصله اون رو گوشزد کنیم و بگیم که فلانی این عیبو داره، فلانی این نقصو داره. این کار رو نکنید. این روش زندگی مردان خدا نمی باشد. سپس عیسی مسیح در آیات بعدی توجه ما را به موقعیت بیان کلام خدا جلب میکنه و در حقیقت از ما میخواهد قبل از بیان بشارت قضاوت کنیم که ببینیم آیا این افراد آمادگی پذیرفتن کلام خدا را دارن یا نه. گوش کنید به آیات که بعداً در مورد آن توضیح خواهم داد. میگوید آنچه مقدس است به سگان مدهید و مرواریدهای خود را جلوی خوکها نریزید، مبادا آنها را زیر پا لگدمال کنند و برگشته شما را بدرند. عیسی مسیح در این آیات از ما می‌خواهد که بیگدار به آب نزنیم و نکته سنج باشیم و طرفی را که با او روبرو هستیم بشناسیم و ببینیم که آیا او ظرفیت پذیرفتن کلام را دارد یا نه. در غیر این صورت سکوت را مراعات کنید. چرا؟ چون به ضررتون تمام میشه. دوستان، این امر در زندگی اجتماعی ما بسیار بسیار مهم است. فراموش نکنید در اینجا عیسی مسیح روی سخنش با ایمانداران است که وقتی آنان با غیر ایماندار روبرو میشوند چگونه رفتاری داشته باشند. چند سال پیش برای پخش کلام خدا به شهر قم رفته بودم. گروه زیادی را در شهر ملاقات کردیم که با اشتیاق کلام خدا را از ما تهیه می کردن. از مجتهد گرفته تا افراد بازاری همه این اشتیاق را داشتند که لااقل در مورد تعلیمات عیسی مسیح اطلاعاتی داشته باشند. و این اشتیاق مردم ما را بران داشت که به تمام مغازه‌های شهر قم بریم و کلام خدا را به مردم برسانیم. در این اثنا به دفتر تبلیغات وارد شدیم. چند جوان محقر پشت میز نشسته بودند. ظاهر بسیار آرام داشتند و همین امر سبب شد که ما آنان را افراد فهمیده و دانشپژوه بدانیم. آنها وقتی متوجه شدند که ما کتاب مقدس انجیل را آوردیم تا در اختیارشون بگذاریم، ناگهان همانند یک بم منفجر شدند و به ما حمله کردند و ما را با لگد و مشت از مغازه بیرون کردند و فریاد زدند تو خیابون که آی مردم نجس، آی مردم نجس، افراد نجس و کافر وارد شهر ما شدند. آنها ما را حسابی لگدمال کردند و اگر پلیس نبود ما مسلماً زیر پای آنان لگدمال شده بودیم. این اشتباه ما بود که کلام پرارزش و حیات بخش خدا را نزد کسانی که آن را لگدمال می‌کردند بردیم. خیال کردیم که آنها لیاقت تحقیق کردن رو دارن، اشتیاق دارن که در واقع خداشناسی را از هر سو مطالعه کنن تا ببینن که دیگر ادیان در مورد مسیحیت، در مورد خداوند و مسیحیت چه چیزی تعلیم میدن. در عوض آنان خیلی به قول معروف به رگشون برخورد. وقتی که دیدن ما کلام خدا را آورده ایم اونجا به ما حمله کردن. دوستان عزیز، این اشتباهی که ما کردیم این بود که کلام آسمانی را به افراد
که به ظاهر آرام بودن ولی در باطن گرگانی درنده بودن تقدیم کنیم. مسیح میگوید مواظب باشید. در عین حالی که باید مردم را از مژده خدا آگاه کنید، در همان حال هم باید مواظب باشید که با چه کسانی روبرو هستید. آیا آنها اشتیاق کلام خدا را دارند یا نه؟ شاید وقتی که این آیه را بخونید و با آیات اول و دوم مسیح مقایسه کنید، در اینجا براتون این پیش بیاد که این دو آیه ضد و نقیض هم هستند. چون که در آیه اول مسیح میگوید حکم و یا قضاوت نکنید، اما در اینجا حقیقتا میگوید هوشیار باشید که خودش یک نوع قضاوته. و این سوال براتون پیش بیاد که آیا این ضد و نقیض نیست؟ دوستان عزیز، آنچه که عیسی مسیح در آیه اول و دوم ما را از آن باز می‌دارد همانا ایراد گرفتنه، نکوهش کردن و خوار شمردن برادران و یا هم نوعان است. و دوم که ببینید که خود عیسی مسیح وقتی که آیه 6 را می‌فرماید که مواظب باشید چه میگوید، دقت می‌کنیم که مسیح در واقع میخواد به ما تعلیم بده که برای تشخیص و قضاوت درست ما نیازمند قدرتی مافوق از آنچه که در خود داریم میباشیم. پس به ما امر میکنه که باید طالب حکمت و فهم شویم، حکمت و فهمی که از جانب خداست. بنابراین میگوید شما باید از خدا بطلبید تا بیابید. حالا برای اینکه تفاوت بین این دو امر عیسی مسیح رو درک کنیم، لازم است که به بقیه آیات در توجه کنیم، زیرا که از آیه 7 الی 12 در واقع عیسی مسیح بیشتر آنچه که را فرموده است را خودش برای ما تعبیر و تفسیر می کند. گوش کنید به کلام خدا. می فرماید سوال کنید که به شما داده خواهد شد، بطلبید که خواهید یافت، بکوبید که برای شما باز کرده خواهد شد. زیرا هر که سوال کند یابد و هر که بجوید پیدا کند و هر که بکوبد در برویش باز می شود. آیا کسی در میان شما هست که وقتی پسرش از او نان بخواهد سنگی به او بدهد؟ و یا وقتی ماهی می خواهد ماری در دستش بگذارد؟ پس اگر شما که انسانهای گناهکاری هستید می دانید که چگونه باید چیزهای خوب را به فرزندان خود بدهید، چقدر بیشتر باید مطمئن باشید که پدر آسمانی شما چیزهای نیکو را به آنانی که از او تقاضا می کنند عطا خواهد فرمود. بنابراین لحاظا آنچه خواهید که دیگران به شما بکنند شما نیز بدیشان همچنان کنید. لحاظا آنچه خواهید که دیگران به شما کنند شما نیز بدیشان همچنان کنید. این است خلاصه تورات و صحف انبیا. عیسی مسیح به ما امر می‌فرماید که برای هر نیازی از خدای تعالی طلب کنیم. اگر نیاز به حکمت و فهم و بینش داریم، اگر محتاج بخشش و رحمت هستیم، اگر محتاج شفا هستیم، اگر مریضیم و امیدی برای ما نیست، اگر گرسنه و تشنه هستیم، اگر جایی برای زیستن نداریم، اگر بیکار و آواره‌ایم، اگر دوست و غمخواری نداریم، اگر پوشاک نداریم، خلاصه هر نیازی که داریم، می‌فرماید شما از خداوند بطلبید، از او بطلبید تا بیابید. در واقع عیسی مسیح با این کلمات توجه ما را به خدای مهربانی که همه چیز در دست اوست و میخواد همه چیز را به ما عطا کند میکند و میفرماید بیایید، بطلبید، درخواست کنید و خداوند آن را به شما میدهد. اما دوستان، یک نکته بسیار مهم در گفتار مسیح رو نباید فراموش کنیم و اون اینه که این گفتار مسیح رو به افراد ایماندار است. یعنی برای کسانی است که از گناهان خود توبه کردند و به او ایمان آوردند. کسانی که اول همه در زندگیشون طالب اراده خداوند هستند و هر روز راه الهی را طی می‌کنند. حالا مسیح به چنین کسانی روی کرده و میگوید بطلبید تا بیابید. و مسلماً اگر من و شما با خدا باشیم، هر چرا بخواهیم مطابق میل او طلب خواهیم کرد. نه فقط باید از خدا طلب کرد، بلکه باید کوشش کرد، باید جستجو نمود. و وقتی در زندگی درهای امید بر روی ما بسته شده است، بایستی از خداوند بخواهیم تا درها را برای ما بگشاید. اگر مطابق میل و اراده او رفتار کنیم،
او تمام نیازهای ما را برطرف می کند. دوستان عزیز، خداوند هرگز بنده‌ای که از او پیروی می کند را تنها نمی گذارد، رها نمی کنه، به قول معروف آواره نمی کنه. هستن افرادی که میگوین ای بابا، ما اینقدر دعا و التماس و تمنا کردیم، اینقدر از خدا درخواست کردیم که زبان اون مو در آورد، ولی خدا هیچ کاری نکرده، آخه تا کی صبر کنیم؟ دوستان، شاید نحوه درخواست غلط بوده، شاید آنچه را خواسته اید به نفع شما نبوده که خدا به شما نداده، و شاید بین شما و خداوند حائلی هست، جدایی هست، دیواری هست که مانع رسیدن دعاتون به درگاه خدا میشه، مانع رسیدن پاسخ خدا به شما میشه. عیسی مسیح به ما اطمینان کامل میدهد که خداوند پاسخگوی دعا است و دعای شما را میشنود و او خداوند بخشنده است. و برای اینکه به ما این اطمینان را بدهد که خداوند دعای ما را میشنوه و جواب میدهد، مثال میآورد و میگوید اگر بچه‌ای از پدرش نان بخواهد، آیا پدر مهربانش به جای نان به او سنگ میده؟ و یا اگر این بچه ماهی بخواد، فکر میکنید که پدر مهربانش به او مار میدهد، یه چیزی به ضرر بچه میدهد؟ مسلماً که نه. سپس میفرماید اگر شما انسانها که اینقدر سنگ دل هستید، اینقدر گناهکار هستید، معیوبید، ولی به بچه خودتون چیزهای خوبی رو عطا میکنید، پس چقدر بیشتر پدر آسمانی شما که شما را خیلی دوست دارد و محبت میکند هدایای خوبی به شما خواهد داد. مسلماً او این کار را خواهد کرد، ولی شرطش اینه که اول اراده او را پیروی کنید، شرطش اینه که از او بخواید. و سپس به آیه طلایی و قانون طلایی اشاره می کند و می فرماید هر چه می خواهید دیگران برای شما بکنن، شما اول همان را برای آنها کنید. این از خلاصه قانون تورات و صحف انبیا، این از قانون طلایی در زندگی اجتماعی بشر که بالاتر از آن دیگر قانونی در عالم هستی وجود ندارد. دوستان، شما می خواهید مردم به شما تهمت نزنند؟ پس دوستان عزیز، به هیچ کس تهمت نزنید. اگر شما میخواید اجتماعتون بی ریا و عاری از دروغ باشه و ظلم نباشه و مردم به شما فحش نگوین، کلام خداوند میگوید، عیسی مسیح میگوید شما اول از خودتون شروع کنید، شما دروغ نگو و بی ریا باش. اگر شما میخواید که مردم به شما فحش ندهن، شما باید اول پیش قدم شده و فحش گفتن را از خودتون دور کنید. اگر میخواید که مردم شرارت نورزند، از شما باید شروع بشه، یعنی شما باید از شرارت دست بردارید. اگر میخواهید مردم کلاهبردار نباشن، شما باید از کلاهبرداری دست بردارید. اگر میخواهید ظلم و ستم نباشه، قتل و غارت نباشه، شما باید ظلم و ستم را از خودتون دور کنید و قتل نکنید. اگر میخواهید مردم به شما احترام بگذارن، شما باید اول مردم را محترم بشمارید. اگر میخواهید مردم بخشنده باشند و مهربان باشند، شما باید نفر اول در این راه باشید. اگر میخواهید مردم صلحجو و در صفا باشند، شما باید طالب صلح و آرامش باشید. اگر میخواهید که مردممون پاک و عادل باشند، شما باید پاک و عادل باشید. اگر میخواهید که حق بازی از اجتماع و از مملکت رخت بردارد، شما باید آن را از خودتون شروع کنید، آن را از خودتون دور کنید. کلام خداوند میگوید هر چی برای خودت که خوب است آرزو میکنید، برای دیگران هم اول همان را آرزو کن. دوستان عزیز، هیچ مذهبی این چنین قانون کامل و درستی را به بشریت عطا نکرده است جز در کتاب مقدس. در جهانی که هر روز تغییرات شگرفی را به منصه ظهور در می آورد، همیشه با این قانون سازگار است. دنیای ما هرگز نمی تواند این قانون آسمانی الهی را رد کند. هر آنچه که می خواهید مردم به شما کنند، شما نیز بدیشان همچنان کنید. این قانون طلایی و آسمانی است و اساس رفتار و زندگی پاک و شایسته برای هر انسانی در هر عصر و زمان و در هر نقطه از این عالم است. قانونی که خداوند تعالی میخواد از خود من، از خود شما آغاز بشه، نه اینکه چشم انتظار باشیم که اول دیگران عوض بشن بعد ما عوض بشیم. اول من عوض شوم، اول شما عوض شوید تا زندگی پاک و نیکوی ما بر آنها اثر بگذاره و آنها نیز عوض بشوند. دوستان عزیز،
از من و شما شروع میشه. کلام خداوند برای من و شماست. به دیگران کاری نداشته باشید. عیسی مسیح میگوید اگر میخواهی دیگران با تو خوب باشن، تو دقت کنید، تو باید خوب باشید. این جنبه مثبت قانون زندگی است. و جنبه منفی آن میشه آنچه به خود نپسندی به دیگران روا مدار. ای عزیزان، عیسی مسیح با خلاصه کردن قانون طلایی در این یک آیه قانون کاملی رو برای زندگی من و شما در این عالم عطا کرده است. وقتی با شخصی روبرو میشوید، وقتی دوستی دارید که خطایی انجام میدهد، وقتی با غریبه‌ای روبرو میشید و نمیدانید که رفتار چگونه باید باشد، این آیه رو به خاطر بیاور، در قلبت جا بده و مطابق آن رفتار کن که آنچه خواهید مردم به شما کنند، شما نیز بدیشان همچنان کنید. حالا اگر میخواهید غریبه ها با شما خوب باشند، شما با غریبه ها خوب باشید. میخواهید دوستان وفادار بشن، شما همیشه وفادار باشید. میخواهید که مردم نسبت به شما درستکار و صادق و بی‌ریا باشند و انصاف را برایتان رعایت نمایند، شما آنطور باشید. خدا کند که این قانون آسمانی را در قلب خود جای بدهید که شما را از خیلی بلایا و خطرات زندگی میرهاند و از همه مهمتر سبب میشه که شما رضایت خدا را نیز به دست بیاورید. و از این بالاتر چه چیزی؟ بنابراین آنچه خواهید که مردم به شما کنند، شما نیز بدیشان همچنان کنید. این از قانون آسمانی خدا. این از قانون زندگی برای من و شما که خدا را طالبیم و میخواهیم در راه او زندگی کنیم. من برادر شما کشیش سید رضا مسعودی تا برنامه دیگر و روز دیگر شما را به خدا یکتا میسپارم و میخوام خدمتتون عرض کنم که فراموش نکنید خدای ما مسیحیان خدای محبت است، خدای کامل است، خدایی است که اگر مطابق اراده او طالب شویم، آنچه که را بخواهیم به ما عطا میکند. این وعده اوست. آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioinjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioinjil@gmail.com و تلفن ما 201 616 920 1791. تکرار می کنم، 201 616 920 1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.